اگه بهت یه فرصتی بدن که بتونی دوباره از اول زندگی کنی، اصلا به تو بگن که یه تولد دوباره است و تو باش چی کار میکنی، اصلا خیلی خوشحال میشی و میگی که خب اصلا میرم اون کاریو میکنم که میدونم توش موفق میشم، اون راهیو میرم که میدونم به موفقیت ختم میشه، اون کاری میکنم که میدونم بهتره. خب چرا الان این کار نمیکنی؟ چرا از الان متولد نمیشی؟ چرا فکر میکنی باید از اول شروع کنی؟ واقعا اگه میخوای دوباره متولد بشی، از همین الان چرا شروع نمیکنی؟ اگه اون راهی که میدونی درسته، اون راهی که میدونی تو رو به موفقیت میرسونه، چرا الان از همین الان چرا شروعش نمیکنی؟ بذار خود بهش فکر کن.